ما در تاجیکستان یک خفقان داریم. یعنی در تاجیکستان یک حکومت پلیسی دیکتاتوری است. اینه که ما بخوایم مثلا به مردم بگیم بیایید در خیابانها شعار بدید، همه مردم هم میگیرن میکشن فلان میکنن. اینجا جامعه در افراد تجلی میکنه. یک مردک آمد، یک آقای آمد پیش رسول اکرم صلی الله علیه وسلم، گفت که یا رسول الله، اگر یک کسی آمد و مال مرا میخواد از من بگیره، چه کار کنم؟ گفت بهش نده. ببینید پیامبر نپرسیدن که این مال تو چی است. مال تو $1,000,000 است، مال تو یک موبایل است، مال تو چی است که او میخواد بگیره؟ یک قلم است؟ گفت نه. اینجا مهم نیست که چیزی که میگیره چی است، مهم این است که کرامت تو انسان را او میخواد تحقیر بکنه، میخواد به تو ظلم کنه، حتی اگر اون یک قلم باشه. گفت مالت به او نده. گفت اگر با من جنگید، اگر به زور از من گرفت، گفت باش بجنگ، بزنش. گفت اگر او قوی بود و مرا کشت، گفت تو شهید هستی. گفت اگر من تانستم او را بکشم، گفت او مردار است، جهنمی است، تو مجاهد هستی. خب این برای چی است؟ برای یک مال، یک قلم، یک سامانی، که من حاضر نیستم که ذلت را قبول کنم که یک کس از من یک سامانی را به زور بگیرم. خودم هدیه میدم، خودم اکرامش میکنم، اما ای که زور بگم این را قبول ندارم. این قانون ما ای است. ما این ملت هستیم. الان ما باید جلوی این را بگیریم. ببین الان در جنگ اوکراین، روس‌ها با اوکراین هست. کمترین ملتی که به اونجا به زور برده میشن تاجیک هستن. برای چی؟ برای چی روس‌ها چچنا را میبرند اونجا قتل عام میکنن، قزاق میبرند، از تاجیک میترسن. برای که یک شیر جوان، یک شیر مرد تاجیک به نام احسان 24 سال عمرش بود، این را گرفتن به زور بردن. این آمد در یک اردوگاه روس‌ها بیش از 100 افسر روس را مردار کرد. از اون روز است که پوتین و پدر روس وقتی نام تاجیک میشنوند میلرزند از ترس. میگه اگر ما تاجیک ببینیم این قبل از اینکه به جنگ اوکراین بره ما رو خود میکشن. و این شیر مرد تاجیک کجاست؟ کجا است که در داخل تاجیکستان وقتی که یک انسان پلید، یک ظالم، یک کمونیست، یک بیدین میاد به یک دختر تاجیک تجاوز میکنه، به یک انسان ظلم میکنه، جوان تاجیک کجاست؟ اینجا است. اگر ما جلوی ظلم را نگیریم، عزیز من، اگر این دختری که امروز بهش ظلم شده است، این پیرزنی که امروز بهش ظلم شده است، اون مردکی که امروز بهش ظلم شده است، او اگر ما و تو جلوی او را نگیریم، فردا همین ظلم گریبان گیر من و شما میشه. آتشی که در خانه همسایه است فردا در خانه من و تو خواهد بود. برای همین باید ما یک خانواده هستیم در تاجیکستان، همه برادر هستیم، همه برابر هستیم، همه خواهر و برادر هستیم. باید همه عزیزان در تاجیکستانی را درک بکنند، جلوی ظلم را بگیریم. اگر ما امروز همین مردکایی که حجاب را از سر یک زن برداشتن، اگر اینها شب 4 تا جوان برند و اینها را ادبشان بکنن، کسی دیگه فرداش جرأت نمیکنه. امروز کسایی که تاجیک را در زندان ها، در پنجره ها اونجا شکنجه میکنن، اونا هم تاجیک هستن، اونا از همین ملت هستن. برمیگردن خانهشان، در شرابشان، در عشق و عاشقیشان زندگی میکنن. اگر 4 تاجیک بلند میشد و اینها را 4 نفر از اینها را فقط انسان میکرد و حقشان را به کف دستشان میگذاشت، امروز در تاجیکستانی نبود. در تاجیکستان کل این حکومت ظلم و استبداد چند نفر است؟ یعنی 100,000 نفر هستند. 250,000 نفر خودشان ادعا میکنند 250,000 نفر. تاجیک 10 میلیون است. 10 میلیون فقط در تاجیکستان است. بیشتر از این رقم در افغانستان و ایران است. پس ما این است که نباید ذلت قبول کنیم. دین ما اجازه نمیده که ما ذلت قبول کنیم. پیامبر میگه که به خاطر مال اگر جان دادی شهید شدی. اینجا قضیه دین است، قضیه هویت است، قضیه ناموس است، قضیه جان است. ما باید از جان خود دفاع کنیم، باید از ناموس خود دفاع کنیم. باید این تاجیک یک تاجیک ملت فریخته است. تاجیک اولین کسی بود که از روس خود نجات داد. تاجیک اونهایی بود که در دهه 90 بر علیه روس‌ها جنگید و پیروز هم شد.
استاد همین جا یعنی ما هم علم ما و گله ما و درد ما هم همین جاست که تاجیک اسمش در همه جا هست. مثلا تاجیک در آلمان اسمش میخواست یک چی بگذارونه اسمش بود. در داعش وقتی که شروع شد زیاده از 5-6 هزار تاجیک فقط اونجا رفته بود. در افغانستان به نزدیکی یک انتحاری شد اسمش تاجیک. گروه شاخه خراسان هم تقریبا 80 یا 70% تاجیک. در کراکو سیتی مسکو هم تقریبا 10 نفر تاجیک. در همه جا تاجیک در خارج کشور آماده است قربانی به خاطر همین هم به اسم دین آماده است این کار بکنه، اما در داخل وطنش از سال 2007 و این جانب همه روزه در مقابل دین، در مقابل ناموس، ایمان، وجدانش همین حکومت ظلم میکند، قانون قبول میکند ولی خاموش. ببینید عزیزان، در تاجیک ما مشکل ترس نداریم. تاجیک یک انسان بیباک، شجاع، دلیر و انسانی است که غیر از الله از کسی نمیترسد. اما متاسفانه در تاجیکستان یک مقداری فهم کم است. علمای فهیم کم هستند. علما بیشتر سکوت انتخاب کردن. واسه همیش الان هر آنچه که شما در خارج از تاجیکستان میبینید، در افغانستان، در روسیه، در ترکیه، در نمیدونم فلان، این تاجیکایی که میرن اونجا کار خرابی میکنن، همشان مصدرشان از دوشنبه است. بدون اینکه جوان تاجیکی که میره پرپر میشه و فکر میکنه کار خوب میکنه بفهمه استخبارات تاجیک، CIA تاجیک ایرا مثلا کنترل میکنه و ایرا میفرسته. چرا؟ چون که رحمانوف نمیخواد که در هیچ جای دنیا تاجیک آرام باشه. نشسته است در خانهش، هر جا که بفهمد که تاجیک در اونجا میتونه یک لقمه نان پیدا بکنه، تاجیکی که از اینجا رفت کجا بدبختیش دنبال بدبختی و بیچارگی است اونجا رو خراب میکنه. تاجیک در ترکیه بدون ویزا وارد ترکیه میشد، میتونست کار بکنه، میتونست 3 ماه حداقل آرام بشینه، میتونست اقامه ترکیه رو بگیره. آمدن در ترکیه کار خرابی کردن. او کسی که کرد از دوشنبه آمده. تاجیک هم مرز افغانستان هست. تاجیک میتونست با برادر تاجیک خود، یعنی ما در افغانستان و تاجیکستان چه هست؟ یک برادر ایسو است، یک برادر ایسو است، یک خواهر ایجا است، یک خواهر دری بدخشان است، یکی دی بدخشان. این استمرار یک قوم است. آمد در افغانستان 80% کسایی که انتحاری میکنن تاجیک هستن. همشون هم از کجا میان؟ از دوشنبه میان. در روسیه آمد انفجار کرد و تاجیک اونجا عذاب کرد. این دشمن تاجیک است. از رحمانوف در دنیا کسی از بیشتر از تاجیک و تاجیکستان متنفر نیست. این یک شیطان است که فقط و فقط وظیفهش همین است که کجا تاجیک نفس میکشد که اونجا نفس خفه کنه. تمام این هست. ما نباید گول این را بخوریم. جوان تاجیک نباید گول او را بخوره. جوان تاجیک چطور به خود اجازه میده که بره مثلا در افغانستان انتحاری بکنه در حالی که از پیش رحمانوف میاد؟ این است که باید جوان تاجیک درک بکنه. در هیچ جا الان جوان تاجیک از من میپرسه که ما چطور بریم به غزه در غزه جهاد بکنیم. عزیز من، در غزه جهاد، مجاهد غزه به تو نیاز نداره. مجاهد غزه به تو میگه که اگر میخوای مرا کمک کنی تاجیکستان رو بساز. اگر تاجیکستان امروز دست توی مجاهد تاجیک میبود میتونستی مرا کمک کنی. امروز تو تاجیکستان رو از دست دادی، تو همه دنیا رو از دست، مرا چطور میتونی کمک بکنی؟ من تو را در اونجا قوی میخوام. هر مجاهد الان تو بگو من ترکستان ظلم و ستم هست، میخوام ترکستانی رو کمک کنم، میخوام کشمیری رو کمک کنم. میگه برادر من او چیزی که تو در اختیار داری، او توانی که تو در اختیار من دارم. جوانی که برای جهاد باشه من دارم. من تو را در تاجیکستان قوی میخوام. من تو را در تاجیکستان یک برادر قوی میخوام که تو اونجا بیای حرف بزنی. امروز اگر توی مجاهد در تاجیکستان میبودی، توی انسان قهرمان تاجیک با ایمان میبودی، میتونستی سازمان ملل را زیر سوال ببری، میتونستی همه رو مجبور بکنی که مسئله فلسطین حل بکنی. پس این عاطفه و احساسات خود باید مهار کنیم. عقل خود خوب به کار بگیریم. بازیچه ظلم و استبداد رحمانوف نشیم. رحمانوف چطور الان حکومت میکنه؟ این تاجیک با او تاجیک میزنه، این با او میزنه، همه ما را سرگردان کرده. الان ببین همین مسئله حجاب. مسئله حجاب یک مسئله آزادی شخصی است که در بدترین کشور کفر جهان کسی را جلوش را نمیگیرن. در اسرائیل کسی جلوی حجاب نمیگیره. در اروپا، در شرق، در غرب کسی جلوی حجاب نمیگیره. میگن آزادی هر کس از هر کس که هر چی میخواد بپوشه.
اما رحمانوف جنایتکار چیکار کرده است؟ تاجیک، جوان تاجیک کجا است؟ چند درصد جوانای تاجیک در تاجیکستان هستند؟ من رفتم تاجیکستان، تعجب کردم این کشور زنا است. مرد در تاجیکستان کم است. بله. کل جوان تاجیک در خارج است. در تاجیکستان فقط پیرمردا هستند، طفلکای خرد و زنها. بله. کاری که رحمانوف میکند، رحمانوف رو قرآن کریم تصویر کشیده است. رحمانوف همون فرعون هست. فرعون چیکار میکرد؟ در خداوند متعال فرعون آبروش را برد، تمام سیاستش رو کشف کرد. گفت یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم. شما رو به بدترین عذاب میکنن. الان ببین رحمانوف چه عذابایی که بر سر تاجیکستان آورده است. فقر در تاجیکستان بیداد میکنن. ملت تاجیکی که باید نصف این دنیا رو نان میداد، خودش به نانش محتاج است. کشور پر از آب، کشور پر از خیرات، پر از معادن. تصور کن تاجیکستان برق نداشته باشد. این حتی حیوانات در جنگل میخندن که دنیا کلش برق دارد، ملت تاجیک از بی‌برقی در زمستان میمیرن. یعنی چه به کجا رسیدیم ما؟ بدبختی، فلاکت، بیکاری، جوانای تاجیک دنبال کار بدبختی از کشورشان میرن، فرار میکنن، در خانه نیستن. یسومونکم سوء العذاب. برید در پنجره ها سیل کنید که چه عذاب میکنن مردم را. چه به هر خرد کلان مردم کار دارن، هر جا میری کار رشوه است، هر جا میری بدبختی و فلاکت هست برای مردم. یسومونکم سوء العذاب. بدترین شکنجه رو دارن به ملت اعمال میکنن. و یقتلون ابناءکم. فرزندان شما رو میکشن. فرزند کشتن این نیست که فقط همینایی که در پنجره اعدام میشن، این سو کشته میشن. این تاجیک است که در تاجیکستان کشته میشن. تاجیک رو طوری حقیر کرده است که در روسیه در این سو در اون سو تاجیک کشته میشن، کسی نمیگن. یعنی تاجیک بی ارزش ترین انسان روی زمین در دنیا است. هر کس کشتش، کسی نیست که پشتش رو بگیره. یک بسیار ملت بی پدر. ظلمی که در تاجیکا بر جوانای تاجیک در روسیه میشه، بر کدام انسان میشود؟ روسا جرأت دارن همین ظلم بر چینی بکنن، همین ظلم برای یک کسی دیگه بکنن. اما چرا بر تاجیک؟ چون میفهمه که اینو کشتیم، به جایی که رئیس جمهورشون بگه چرا کشتید، میگه خوب کردید کشتید، دیگری هم بکشید. یقتلون ابناءکم. قتل انسانها با خارج کردن انسانها از سرزمینش برابر است. شما وقتی کسی را مجبور کردید به خاطر فقر و بدبختی و ظلم استبداد تاجیکستان رها کنه، این را با او کسی که کشتی برابر است. قرآن کریم وقتی به بنی اسرائیل میگه که اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم، یا کشتن یا از سرزمین رفتن بیرون، این دوتا مثل هم است. وقتی شما کسی کشته میشه در تاجیکستان یعنی چی؟ یعنی وجود فیزیکیش از اونجا حذف میشه. او کسی ما نمیبینیم. دمالله فلان بود الان نیست. حمید ملا فلان در زیر خاک باشد یا در آلمان باشد، یک گپ است، یک حرف است. و نیست، وجود نداره. این همینی که مردم رو مجبور میکنه از سرزمین خودشان بیرون برن، این کشتن مردم است. کشتن این است که الان ما در اروپا چقدر تاجیک داریم، در روسیه چقدر تاجیک داریم. این تاجیک فقط همین خودش است. اسلام خود حفظ میکنه، بچه‌هاش آلمانی میشن، فرانسوی میشن، اروپایی میشن، گم میشن میرن، کافر میشن، گم میشن میرن، نواسه‌هاش کافر میشن میرن. این تاجیک نیستن دیگه، خلاص اینا رو کشت، از من برد. و یستحیون نساءکم. و میان زنهای شما را به کنیزی، به بردگی میگیرن. زن تاجیک که علامت شرف، نمادی زن تاجیک را در تاریخ نماد از عفت، نماد از شرافت، نماد از شیرزنی، زنی است که بهترین فرزندها را تربیت میکرد، جامعه را میساخت، زن با حیا، با حشمت. امروز زن تاجیک در تاجیکستان بیگاری میکنن. در هر جا میری زنهای بیچاره هستن که کار میکنن، در روستا، در شهر، در هر جا زن باید کار بکنن. و زن رو ببینید، مظلوم ترین زن دنیا امروز زن تاجیک است. نه زندگی دارد، نه ازدواج دارد، نه آرامش دارد، همش بدبختی است. بچه‌ای هم که دارد در به در نمیفهمه که بچه‌اش کجا هست، در کجای دنیا هست. این همون کاری است که فرعون میکرد و دقیقاً همین کار را امروز رحمانوف میکنه. رحمانوف یک فرعون هست و از بین بردن این فرعون جوان تاجیک موسی میخواد. عصا دست تو هست،
قرآن دست تو است، عصایی که موسی داشت دست تو است. فقط یک همت موسایی نیاز هست و تاجیکستان رو ما میتونیم بسازیم. گول این ظلم و استبداد این مرد نکنیم. فکر نکنیم که این قدرت و توان زیاد داره. نه، قدرت و توان در ایمان توی مؤمن هست، در بازوی توانمند توی جوان مجاهد و دلیر تاجیک هست.